نیمه دوم 15 نوامبر سال 2022 که روسیه قلمرو اوکراین را با بیش از 100 موشکباران کرد، 2 موشک به قلمرو پولشا در یک کارگاه خوشگونه غله در دهه پیشوادوف ولایت لوبلین واقع در 5 کیلومتری مرز پولشا با اوکراین افتاده باعث هلاکت 2 نفر شده است. این کشور عضو پیمان حربی ناتو است و از آغاز جنگ روسیه به ضد اوکراین این بار اول است که موشک‌ها به قلمرو کشورهای عضو این پیمان می‌افتند. در گزارش‌ها ادعا کرده می‌شود که موشک‌ها از روسیه بودند. وزارت دفاع روسیه این خبر را اغوای برقصدانه با مقصد تشنج وزن نامید. معلوم نیست که این موشک‌ها اشتباهاً به قلمرو پولشا افتادند و یا پاره‌های موشک‌هایی است که نیروهای ضد هوایی اوکراین زده افتاندند. وزارت خارجه پولشا در قلمرو این کشور افتادن 2 موشک ساخت روسیه را تصدیق کرد و گفت سفیر روسیه در ورشاو در رابطه با این قضیه به وزارت خارجه دعوت شده است. بنا به اطلاع وزارت، موشک‌ها نیمه دوم روز 15 نوامبر ساعت 15:35 در جریان موشکباران اوکراین از جانب روسیه به خاک پولشا افتادند. نماینده پنتاگون پاتریک ریدر گفت هنوز تصدیق کردن نمیتواند که موشک‌ها در خاک پولشا افتاده و یا پاره‌های آن مربوط به روسیه باشند، ولی اسوسییتد پرس خبر داد که این موشک‌های روسیه اند و سبب هلاکت 2 ساکن پولشا شدند. در همین حال وزارت مدافع روسیه خبر به خاک پولشا افتادن موشک‌های روسی را اغوای دیده و دانسته نامید و گفت به یگان هدف در نزدیکی مرز اوکراین با پولشا از جانب روسیه یگان ضربه زده نشده است. پاره‌های موشک‌هایی که مطبوعات پولشا از جای حادثه در دهه پیشوادوف نشر کردند به تسلیحات روسیه یگان ربط ندارند. بنا به گزارش نشریه لیبلین 112 موشک در نزد یک تراکتور در بنگاه قبول غله افتاده است. یکی از شاهدان حادثه به این نشریه گفته است اول صدای بلند مانند به اشتک به گوش رسید و سپس همه چی ترکید. همسایه‌ها میگویند که باز یک موشک دیگر هم بود که احتمالاً در صحرا افتاده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در مراجعتنامه شام 15 نوامبر اظهار داشت که موشک‌های روسیه به پولشا ضربه زدند. زلنسکی از پولشا پشتیبانی کرد و گفت اوکراین چندین بار گفته بود که این دولت تروریستی تنها به کشور ما محدود نمی شود. فراتر رفتن ترور روسیه تنها مسئله وقت است.